الان ساعت 10:04. سلام. امروز قراره با هم یه میکاپ 0 تا 100 انجام بدیم و میخوایم ببینیم این میکاپ تا شب چطوری رو پوستم میمونه. اول با کرم پودر شروع میکنم. کرم پودرم خیلی سبکه، یعنی میخوام تو این میکاپ پوستم خیلی سبک باشه. دوست دارم تو این میکاپ یه سری تکنیکا رو به شما بگم که خیلی تاثیر داره روی لیفت صورت و صورتتون رو کشیده تر میکنه. یه میکاپ موندگار اونی نیستش که مواد بیشتری استفاده بشه یا پودر بیشتری استفاده بشه یا اصلا از محصولای بیشتری استفاده بشه. نه، یه سری از تکنیکا رو درست انجام بدین، با یکی دو تا محصول کاملا میکاپتون موندگاریش میره بالا. و یکی از اون تکنیکا که خیلی هم مهمه بلند کردنه. وقتی میخواین صورتتون لیفت بشه خیلی مهمه که کانتورتون رو از اینجا شروع کنید، از انتهای خط ابروتون و یه حالت سی اینطوری بکشین و خیلی کانتورتون رو جلو نیارین. و البته که این براشو وقتی دارین حرکت میدین از روی پوستتون جدا نکنید، همینطوری که روی پوست هست مواد رو بکشین، هی اینو از رو پوست بر ندارین دوباره بذارین، همینجوری آروم آروم حرکت بدید. میبینید کلا جای کانتورم، نحوه کانتور کردنم با حالت عادی خیلی فرق میکنه و این باعث میشه که تمرکز چشم اینطوری این قسمت ها باشه و همین باعث میشه که صورتتون حالت لیفت شده و کشیده بشه. جای کانسیلر زدنم خیلی تاثیر داره. اول یه نقطه این جلو میزنم و یه به صورت خطی گوشه چشم به سمت بالا، اینم به سمت بالا میزنم و دیگه این قسمت ها رو اصلا کانسیلر نمیزنم، به خاطر اینکه دوباره وقتی اینجاها رو روشنی بدی یعنی این قسمت ها رو میخوای بیشتر توی چشم بیاری، در صورتی که ما میخوایم این قسمت ها رو بیشتر توی چشم بیاریم و این قسمت رو روشن میکنم. و خیلی مهمه که این خط رو تا جلو نیارم، فقط همینجا. رژگونم رو میام دقیقاً بالای کانتورم میزنم و یه جوری رژگونه میزنم انگاری هیچ مرزی بین کانتور و رژگونه و سایه چشم وجود نداره. اینا هیچ مرزی ندارن، کانتور و رژگونه و سایه، و همشون قاطی شدن با هم دیگه. یکی دیگه از تکنیکای خیلی مهم که تاثیر داره روی لیفت صورتتون نحوه پودر فیکس زدن. یعنی شما دقیقاً همینطوری که من دارم پودر فیکس میزنم باید پودر فیکس بزنید. دیگه روی کانتورم پودر فیکس نمیزنم، میام از کانتور پودریم برای خشک کردن کانتور چربم استفاده میکنم. اینطوری هم پوستم سبکتره، هم کانتورم فیکس شده و هم دوام و ماندگاری میکاپم میره بالاتر. خب یکم هم رژگونه دقیقاً همین بالا. کاش میتونستم این حس که من چند مرحله میکاپ انجام دادم و پوستم اینقدر سبکه، کاش میتونستم این احساس رو بهتون نشون بدم که چقدر پوستم سبکه و اصلا اذیت نیستم. حتی اگر این میکاپ ساعتها روی پوست من بخواد بمونه من اصلا اذیت نیستم، یعنی سختم نیست، سنگین نیست برای من. واسه همینه که من میتونم خیلی راحت میکاپمو بعد از چند ساعت به شما نشون بدم، چون اگر روی پوستم سنگین باشه و سختم باشه واقعا من که هر روز دارم ویدیو میگیرم خیلی برام سخت و عذاب آوره، ولی انقدر برام راحته و من لذت میبرم واسه همین خیلی راحت تر میتونم به شما نشون بدم. از یه رنگ سایه بیس، یعنی سایه‌ای که رنگی که نه اونقدر پررنگه و نه اونقدر کم رنگه استفاده میکنم و میام این قسمت گوشه چشام که در واقع قاطی رژگونم شده این رنگشو در واقع یکم هارمونیشو بیشتر میکنم، بیشتر با هم دیگه قاطی میکنم. خط چشم امروزم قهوه‌ایه. سرش رو نگاه کنید چه زاویه‌ای داره، واسه همین خیلی راحت خط چشم کشیدم باهاش. من الان میدونم که خط چشم من خط چشم چربیه و اگر بخوام ماندگاری داشته باشه و برای من چندین ساعت بمونه، تیکه نشه، رنگش نپره و خراب نشه، پخش نشه، من باید این خط چشم چرب رو با سایه پودری خشکش کنم. واسه همین از یه براش کوچیک و یه سایه قهوه‌ای رنگ که به این رنگ خط چشمم میاد استفاده میکنم و خط چشمم رو خشک میکنم. ریمل که برای من اسنس مشکیه و خیلی ازش راضی هستم. رژ لبمم از همون رژ لب صورتی کیکو میخوام بزنم که به میکاپم میاد و البته که ماندگاریشو با هم دیگه تو پسته قبلم دیدیم. خب اینم از میکاپ من.
بریم با هم قبل از عمل این میکاپ زیبا و جذاب ببینیم و ببینیم که بعد از چندین ساعت این میکاپ چطوری روی پوست من میمونه. الان ساعت 9:30 شبه. بعد از 5 ساعت و نیم شما این میکاپ رو دارید میبینید. رژ لبم که واقعا عالی مونده، اصلا تکون نخورده و من خیلی ماندگاری این رژ لب رو دوستش دارم. راجع به گونه و رژگونه، رنگ اون شدت رنگش کمتر شده و به اصطلاح خوابیده روی پوستم که من همینقدر که مونده رو خیلی دوستش دارم و ازش واقعا راضی هستم. و خط چشم هم که میبین اصلا تیکه تیکه نشده، نرفته، نریخته و هیچ اتفاقی پسش نیفتاده. پوستم که کاملا خشکه، اصلا روغنی نیست. خط خندم اصلا کرم توش نرفته، خط زیر چشم هم همینطور خشکه و اصلا کانسیلر داخل خط خطوط زیر چشم نرفته و خشک صورتم. این هم از میکاپ امروز. امیدوارم که دوستش داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.